آقای 30 ساله‌ای هستن که من خیلی ازشون سپاسگزارم اجازه دادن تصویرشون توی فیلم ما باشه برای آموزش بیشتر سایر عزیزان. سابقه شکاف لب داشتن و شکاف کام بسیار وسیع داشتن. چند ماه قبل با استفاده از فلپ زبونی اون شکاف جلوی کام رو اصطلاحاً شکاف آلوولار رو ترمیم کردیم و امروز تشریف آوردن برای عمل زیبایی بینی که احتمال بسیار زیاد با توجه به اینکه این عزیزان غضروف کمی در تیغه بینیشون وجود داره لازم هستش که از بندشون هم غضروف برداریم و برای عمل زیبایی اولیه بینی این عزیزان استفاده کنیم. خب انتهای عمل هست. همونطور خدمتتون عرض کردم این عزیز من که سابقه شکاف لب و کام داشتن امروز تحت عمل جراحی زیبایی بینی قرار گرفتن و عرض بینی تا جایی که ممکن بود کمتر شد، انحراف بینی برطرف شد، نوک بینی حالت زیباتری رو به خودش گرفت و اگه ملاحظه بفرمایید در این تصویر و البته در تصویر کناری میزان افتادگی نوک بینی بسیار زیاد بود، پشت بینی یا درسون بینی اصطلاحاً بالاتر بود و مسئله اصلی سوراخ‌های بینی که اگه از این قسمت ملاحظه بفرمایید کاملا شکل زیباتری رو به خودش گرفت. مرسی.